مکان‌هایی که ورود بهشون ممنوعه ولی میشه بری. آخریش از همه عجیب‌تره. 2 تا ضربه بزن رو صفحه گوشی بریم ببینیم. اولی اسمش جزیره سورسیه. این جزیره چون تازه از دل آتش فشان بیرون اومده، دانشمندان میخوان ببینن که طبیعت بدون دخالت انسان چطوری شکل میگیره. ولی کسایی بودن که رفتن، مثلا از جمله دانشمندا و خبرنگارا، ولی ورود برای آدمای معمولی ممنوعه. دومی رو میتونی بری ولی خیلی خطرناکه. منطقه 51 آمریکا اسمشه. حالا دلیلش چیه؟ پایگاه‌های محرمانه ارتش آمریکا معروف محل نگهداری اشیاء پرنده ناشناخته. ولی یه سری توریستا تا چند متریشو تونستن برن. البته اینکه تورای غیر رسمی داره برای رفتن، ولی خب خیلی خطرناکه. قبل از اینکه بریم آخریو ببینیم 2 تا بزن رو صفحه ویدیو رو لایک کن. سومی پایگاه مخفی واتیکان توی ایتالیا. حالا چرا؟ چون که محل نگهداری قدیمی‌ترین اسناد کلیسا و تاریخ بشره، ولی بعضی محقق‌ها با مجوزهای خاصی فقط تونستن بخش محدودی ازش رو ببینن.